امروز میخوایم بریم سراغ فیلم‌های توقیفی سینمای ایران، فیلمایی که هیچ وقت مجوز پخش نگرفتن. بعضیاشون به خاطر حجاب بازیگرا و بعضیاشون به خاطر داستان و مضمون فیلم که برای مسئولین وقت خوشایند نبوده و باعث شده که این فیلم‌ها هیچ وقت اکران نشن و نسخه هاشون به صورت قاچاقی و غیر رسمی پخش بشه. تعداد این فیلم‌ها خیلی زیاده، اما ما تو این سری می‌خوایم بهترین این فیلم‌ها رو معرفی کنیم، هم از نظر داستان و فیلمنامه، هم از نظر کارگردانی و بازیگران. حتی بعضی از این فیلم‌ها تونستن تو جشنواره‌های مختلف دیده بشن و جایزه بگیرن. پس اگر کنجکاوین که بدونین این فیلم‌ها چی بودن و چرا توقیف شدن، حتما تا انتهای این ویدیو همراه هم باشین. راستی ما توی این قسمت فقط 10 تا از این فیلم‌ها رو معرفی می‌کنیم و در قسمت‌های بعدی به بقیه فیلم‌ها می‌پردازیم. پس اگر می‌خواین قسمت‌های بعدی رو از دست ندین، حتما کانال 10 فرست رو سابسکرایب کنین که گممون نکنین. در ابتدا میریم سراغ فیلم جنجالی مارمولک به کارگردانی آقای کمال تبریزی که در سال 1382 ساخته شد. این فیلم یک تصویر جنجالی از یک روحانی رو به نمایش میذاشت و همین باعث توقیف فیلم شد. بعدها نسخه‌های قاچاق این فیلم سر از بازار درآوردن. کمال تبریزی کارگردانی بود که با توقیف آشنا بود و قبلا هم فیلم‌های از ایشون توقیف شده بود. چون فیلم مارمولک به روحانیت و مذهب طعنه می‌زد، باعث شد حساسیت‌های زیادی رو برانگیزه. البته این فیلم چند روز اکران شد با یک صف طویل از تماشاگرایی که برای دیدن این فیلم انتظار می‌کشیدند و یه فروش فوق‌العاده بالا، اما به دلیل فشارهای شدیدی که از جامعه علما و روحانیون وارد شد، این فیلم توقیف شد. حسن روحانی که اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بعد از دیدن فیلم مارمولک ضمن ابراز تأسف از ساخت و نمایش این فیلم گفته بود حتی در رژیم شاه هم که دشمن روحانیت بود، کسی جرأت و جسارت ساخت چنین فیلم توهین‌آمیزی رو نداشت. کمال تبریزی کارگردان فیلمم گفته آقای روحانی به من گفتن فیلم توقیف میشه و با شما هم باید برخورد بشه. داستان فیلمم در مورد یه دزد سابقه داره به نام رضا مارمولک که آقای پرویز پرستویی به زیبایی این نقش رو بازی میکنه. رضا مارمولک با پوشیدن لباسهای یه آخوند موفق به فرار میشه، اما حالا برخلاف انتظارش باید یه مدت زمان زیادی نقش یه آخوند رو برای یه شهر کوچیک بازی بکنه. این فیلم کمدی اجتماعیه و کلی طنز سیاسی داره. دومین فیلم توقیفی برزخی‌ها به کارگردانی ایرج قادری. این فیلم در سال 1361 ساخته شد و ستارگانی مثل محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی و سعید راد در اون نقش آفرینی کردند. فیلم برزخی‌ها فقط چند روز اکران شد و همون چند روز تونست رکورد فروش در سینمای ایران رو بشکنه، اما بعد از چند روز فیلم رو از اکران پایین کشیدن و ستارگانش رو ممنوع تصویر کردن. حالا علت توقیف فیلم هم خیلی جالبه. دو تا از مخالفای اصلی این فیلم سید محمد خاتمی بوده که اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بوده و محسن مخملباف کارگردان محبوب حکومتی‌ها در اون زمان که یکی از اعضای اصلی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده. این دو به شدت با این فیلم مخالفت میکنن و باعث میشن توقیف بشه. ایرج قادری کارگردان فیلم درباره توقیف فیلمش میگه وقتی که فیلم اکران شد آقای محسن مخملباف یه روز جمعه با یه عده‌ای راه افتادن و یه توماری درست کردن که ما انقلاب کردیم، اما این هنرپیشه‌ها که طاغوتی هستن. میگفت بریم ببینید دم در سینما چقدر قلقله است. اون موقع مراسم نماز جمعه اینقدر خلوته و این شد که فیلم منو از اکران کشیدن پایین. داستان فیلمم در مورد یک تعداد زندانیه که روز 22 بهمن 1357 از زندان فرار میکنن و قصد دارن که از کشور خارج بشن. توی یه دهکده مرزی با یه مردی به نام سید یعقوب آشنا میشن. سید یعقوب سعی میکنه با اعمال و گفتارش اونها رو از فرار منصرف بکنه. اول زندانی ها به موعظه های سید یعقوب میخندیدن و مسخره میکردن، اما به مرور بعد از اینکه یه ارتش بیگانه به خاک ایران حمله میکنه تحت تاثیر فداکاری سید یعقوب و اهالی دهکده قرار میگیرن و از روستا دفاع میکنن و جون خودشون رو از دست میدن. فیلم سوم شب‌های زاینده رود به کارگردانی محسن مخملباف که خودش فیلمساز محبوب دولتی‌ها بود و باعث توقیف خیلی از فیلم‌ها تو دهه 50 و 60 شده بود، این بار خودش گرفتار توقیف شد. شب‌های زاینده رود به دلیل مغایرت با اهداف انقلاب هیچ وقت روی پرده سینما نرفت.
داستان فیلم در مورد یک استاد دانشگاه و دخترشه که در 3 دوره پیش از انقلاب، زمان انقلاب و بعد از انقلاب روایت میشه. دختر استاد در بخش خودکشی بیمارستان کار میکنه، جایی که هر لحظه کسایی رو میارن که خودکشی کردن و میخوان نجاتشون بدن. این فیلم به چند دلیل توقیف شد. یکی گفته بودن روابط باز میان زنان و مردان، یکی دیگه به خاطر حضور یه زنی در این فیلم که 2 فرزندش رو از دست داده بود، یکی رو در جنگ و یکی دیگر رو در مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، و همچنین دلایلی که برای خودکشی افراد در این فیلم گفته میشد. همه اینا باعث شد که این فیلم توقیف بشه. فیلم شماره 4 آفساید به کارگردانی جعفر پناهی. این فیلم در سال 1384 ساخته شد و موضوعی که در این فیلم بهش پرداخته شده بود علت اصلی توقیف فیلم بود و جعفر پناهی به خاطر ساخت این فیلم ممنوع کار شد. داستان فیلم هم در مورد دخترانیه که میخواستن به هر ترتیبی شده بازی ایران و بحرین رو برای ورود ایران به جام جهانی ببینن. هر کدومشون لباس مبدلی میپوشن و سعی میکنن وارد ورزشگاه بشن، اما تعدادی از اونها به دلیل ممنوعیت ورود زنها به ورزشگاه دستگیر میشن و سرانجام به دست سربازانی که اونا رو گرفتن به کمیته منتقل میشن. اما در راه به علت برد ایران در بازی خیابونا شلوغ میشه و دخترها میتونن فرار بکنن. این فیلم توی ایران نمایش عمومی پیدا نکرد، اما تونست جایزه خرس نقره‌ای تو جشنواره فیلم برلین در سال 2006 رو به دست بیاره. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لایک فراموشتون نشه. فیلم 5 وقت چیدن گردوها به کارگردانی ایرج امامی. این فیلم در سال 1382 ساخته شد و به دلیل نمایش رابطه عاشقانه یه طلبه سالها توقیف شد و در نهایت هم به شبکه نمایش خانگی رسید. توی این فیلم ما یه روحانی جوانی رو داریم که پارسا پیروزفر نقشش رو بازی میکنه که برای تزکیه نفس و دوره کردن درسهاش در جوار مرقد یکی از عرفا ساکن میشه. در اونجا متوجه میشه که متولی مرقد داره یه سری کارهای خلاف انجام میده. از طرفی این روحانی جوان عاشق دختر این متولی میشه. اسم دختر حیاته. حیات هم نسبت به روحانی حس داره، اما برای اونها در ادامه فیلم مشکلاتی به وجود میاد. فیلم 6 نوبت عاشقی به کارگردانی محسن مخملباف. این فیلم در 9مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال 1369 به نمایش درآمد و با استقبال گسترده مردم روبرو شد. اما روحانیون تندرو این فیلم رو به دلیل ستودن عشق زمینی به جای عشق آسمانی نکوهشش کردند و صدها خبر و تحلیل و گزارش علیه فیلم منتشر کردند. امامای جمعه گفتن اسلام در خطره چون که عاشقی رو توی این فیلم نوبتی کردن و صحبت از فتنه مخملباف شد. حتی گفتگو درباره این فیلم به مجلس ایران هم کشیده شد و در نهایت حکم توقیف فیلم صادر شد. داستان فیلم 3 روایت داره که در هر 3 روایت این فیلم ما یک مثلث عشقی رو می‌بینیم بین یک زن و 2 مرد. این 3 فیلم آخر رو حتما ببینید، واقعا عالیه. فیلم 7 یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی. این فیلم در سال 1391 ساخته شد و محصول مشترک ایران و فرانسه است. در این فیلم فیلمساز یک نگاه انتقادی نسبتاً تندی به جامعه امروز ایران داره و فساد اداری و کلاهبرداری‌های کلامی که به کمک مسئولان رده بالای نظامی و قضایی و دولتی انجام میشه رو به تصویر میکشه و به خاطر همین دیدگاهی که داشته این فیلم توقیف شده، چون خیلی از این فسادها رو به طور مستقیم توی فیلم نشون داده. داستان فیلم در مورد یه استاد جوان جامعه شناسیه که از پاریس پیش مادرش که تنها توی شیراز زندگی میکنه برمیگرده. اون بعد از 22 سال به کشور برگشته و حالا با مشکلایی روبرو میشه. مثلا اینکه نمیتونه مجوز چاپ کتابشو بگیره. در دانشگاه باهاش مخالفت میکنن. از طرفی برای خروج از کشور به خاطر مشکل سربازی که داره بهش پاسپورت نمیدن. اما داستان فیلم بیشتر از جای شکل میگیره که برادر ناتنی این استاد دانشگاه قصد داره برای کسب کامل ثروت پدریشون برادرش رو از بین ببره و اون رو از سر راهش برداره و در این راه هم از نفوذ پسرش که یه نیروی امنیتیه استفاده میکنه.
برادر ناتنی در واقع یه بردساز نوکیسه است که با دروغ و ریا و سوء استفاده تونسته صاحب قدرت و ثروت بشه و الان دیگه هیچ حد و مرزی نمیشناسه. از طرفی پسرش هم نماد مهره‌های کم سن و سال و فرصت طلبیه که تو سالهای اخیر تونسته به پست‌های کلیدی دست پیدا بکنه. این فیلم تنها نماینده سینمای ایران در 65مین دوره جشنواره فیلم کن بود و خیلی هم مورد استقبال منتقدا قرار گرفت و در چندین سینمای فرانسه هم اکران شد و جایزه بهترین فیلم هم در بخش افق‌های تازه در جشنواره بین‌المللی فیلم ابوظبی رو به خودش اختصاص داد. و اما فیلم جنجالی شماره 8 ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در سال 1395 ساخته شد. هرچند این فیلم از وزارت ارشاد پروانه ساخت دریافت کرد، اما موقع اکران بهش مجوز ندادن و فیلم توقیف شد. وزارت ارشاد علت توقیف رو این گفت که این فیلم از ابتدا تا انتها دارای مشکله و اصلا قابل اصلاح نیست. این اثر ضد فرهنگی و غیر اخلاقیه و نمیشه این فیلم رو توی سینما همراه با خانواده دید. داستان فیلم در مورد زندگی 3 دختره با دیدگاه‌ها و طرز فکرهای متفاوت. این 3 دختر به دل خیابون میزنن و با حضور توی مهمونی‌ها و دور همی‌های مختلف میخوان از مردها انتقام بگیرن. یکی از کارگردانان سینما در خصوص این فیلم گفته بود نمیشه که 3 دختر را بیفتن توی خیابون و برای مردان له له بزنن. فیلم نهم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری. این فیلم در سال 1389 ساخته شد و به دلیل پرداختن به خشونت‌های ناموسی و ساختارهای سنتی و انتقاد از بعضی از نهادهای اجتماعی با ممنوعیت مواجه شد. فیلم خانه پدری درست 1 روز بعد از نمایشش به دلیل سکانس زنده به گور کردن یه دختر توسط پدر و برادرش از پرده پایین کشیده شد. بعد از 5 سال فیلم رو با اعمال یه سری سانسور و درجه بندی سنی مجدد اکران کردن، ولی فقط 5 روز روی پرده بود و دوباره توقیف شد. داستان فیلم در مورد یه خونه قدیمیه و اتفاقاتی که از سال 1308 تا 1379 توی اون خونه افتاده. خانواده‌ای که به خاطر حفظ آبرو و باورهای نادرست ناموسی و قوانین اجتماعی گرفتار یه تراژدی میشه. مولوک یه دختر جوان توی خانواده سنتیه که به دلایل ناموسی پدرش خواهان مرگشه و برای این کار به پسر کوچیکش میگه که قبری رو توی زیرزمین حفر بکنه تا برای پاک کردن ننگ و حفظ آبروی خانواده مولوک رو دور از چشم مادر و خواهرانش اونجا دفن بکنن و از اینجا داستان فیلم شروع میشه. و آخرین فیلمی که توی این لیست بهتون معرفی میکنیم مهمونی کامی به کارگردانی علی احمدزاده. این فیلم سال 1392 ساخته شد. علی احمدزاده هم از اون کارگرداناییه که خیلی از فیلماش توقیف شدن. مهمونی کامی رو وزارت ارشاد گفته به دلیل موارد غیر اخلاقی و شرم‌آور و بدحجابی بازیگرای زن توقیف کرده. البته یه سری کنایه‌های سیاسی هم توی فیلم بود که میتونه یکی از دلایل مهم توقیفش باشه. مهمونی کامی تونست توی چند تا جشنواره نمایش داده بشه و حتی برنده جایزه هم شد. احمدزاده هم وقتی مطمئن شد که اجازه اکران به فیلمش نمیدن، نسخه با کیفیتش رو خودش در اینترنت منتشر کرد. داستان فیلم هم در مورد 2 دختره که از تهران راهی شمال میشن که تو مهمونی کامی شرکت کنن، اما غافل از این که توی ماشینشون یه جنازه است و جنازه هم مربوط به شخصی به نام امید که دوست راننده ماشینه و قصه از اینجا شروع میشه. خب اینم از اولین ویدیو معرفی فیلم‌های توقیفی ایرانی. توی ویدیوهای بعدی می‌خوایم فیلم‌های توقیفی جذاب‌تر و جدیدتر یا بهتون معرفی کنیم. پس حتما همراهمون بمونین و کانال رو سابسکرایب داشته باشین. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد با لایکاتون به ما انرژی بدین و برامون کامنت کنین کدوم یک از این فیلم‌ها رو شما دیدین.